صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ضمن عرض سلام محضر یکایک شما حضار گرانقدر که عزیزانی که در محضرشون هستیم، چه بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بحث و گفتگومون در رابطه با جواز تقلید از مجتهد متجزی بود. قول اول که نظر مرحوم حضرت امام و دیگران بود این بوده است که اگر مجتهد متجزی دارای فتوا باشد، تقلید از مجتهد متجزی جایز است و اما نباشد جایز نمی باشد. دلیل اول و مهمترین دلیلشون اگر یاد دوستان باشه سیره عقلا بود. در جلسه گذشته این دلیل به تفصیل تبیین شد و در ضمن گفتیم فرق بین سیره عقلا و حکم عقل رو هم بیان کردیم. اما پیش از این که دلیل دوم این عذرات رو بیان بکنیم، یک تذکر هم شاید گذشته عرض کردم یا خیر، اگر بتونید این را هم یادداشت بفرمایید خوبه. و آن این که مجتهد 4 حالت برای او متصور است، یعنی حالات متصوره برای مجتهد. 1 مجتهد مطلق فعلی. مجتهد مطلق فعلی منظور چیه؟ یعنی کسی که در همه ابواب فقه فتوا دارد. بله؟ پس ملکه اجتهادش در همه ابواب فقه هست و الانم بالفعل در همه ابواب بفرمایید فتوا داره. خیلی خیلی ساده بگیم یعنی الان دارای توضیح المسائل هست، از طهارت تا دیات فتوا داره. اینا میگن مجتهد مطلق فعلی. 2 مجتهد مطلق ملکه‌ای. مجتهد مطلق ملکه‌ای یعنی کسی که ملکه اجتهاد در همه ابواب فقه داره، توان استنباط حکم شرعی در همه ابواب فقه دارد ولی هنوز استنباطی نکرده است. روشن شد مطلب؟ توان استنباط حکم در همه ابواب فقه را دارد ولیکن هنوز استنباطی نکرده است. اینم نوع دوم. نوع سوم مجتهد متجزی فعلی است. مجتهد متجزی فعلی است یعنی کسی که در برخی از ابواب فقه تخصص دارد و این تخصص خود را هم به منصه ظهور رسونده، یعنی فتوای خودش را هم صادر کرده است، صاحب فتوا و استنباطه. مثلا در باب طهارت تخصص داره
یا در باب حج تخصص داره، یا بفرمایید در باب بیع و معاملات تخصص داره و این تخصص خودش رو هم استنباط کرده و فتوا هم ازش صادر شده. به میگیم مجتهد متجزی فعلی. چهارم مجتهد متجزی ملکی. بله، مجتهد متجزی ملکی تخصص در بعضی از ابواب دارد ولی هنوز فتوا ازش صادر نشده. محل بحث ما قسم سومه. محل بحث ما قسم سومه، یعنی مجتهد متجزی فعلیه، فتوا هم دارد. آیا تقلید از چنین مجتهدی جایز هست یا جایز نیست؟ اگر یادتون باشه از کردیم یک قول بر این بود که مطلقا جایز نیست. ادله‌ش رو بیان کردیم و نقد ادله‌ش رو هم ذکر کردیم. ولی یک قول این که نخیر، مجتهد متجزی فعلی که صاحب چیه؟ فتوا می باشد، تقلید از او جایز می باشد، که تفصیل حضرت امام همین بوده که اگر فتوا دارد یجوز تقلید، اما اگر فتوا ندارد. آقای فیاض، دارد و ندارد یعنی چی؟ یعنی متجزی فعلی هست یجوز تقلید، متجزی ملکی هست لا یجوز. این مقدمه امروز گفتم که تفصیل حضرت امام بله علمی ظاهر بشه. یعنی اگر یه وقتی گفتن متجزی فعلی یا متجزی ملکی، یعنی چه؟ بالفعل فتوا دارد یا بالفعل فتوا ندارد. حضرت امام و دیگران تفصیلشون بر این مبنا هست. خب دلیل اولشون رو جلسه گذشته عرض کردیم، سیره عقلا. دلیل دوم این آقایون استدلال به آیه نفل است، آیه 122. یک بار از باب تیمم و تبرک آیه رو با هم قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین. زیر این ترک باشید، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم. باز زیر لینذروا قومهم خط بکشید. اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. زیر لعلهم یحذرون هم یه خطی بکشید. خب معنای آیه چیه؟ سزاوار نیست که همه اهل ایمان کوچ کنن. بله، فلو و ما کان المؤمنون لینفروا کافة. کافة یعنی جمیعا. سزاوار نیست که همه مؤمنین کوچ کنن. اینجا یه نکته تفصیلی عرض کنم. کلمه مؤمنین اینجا مقصود مؤمنای مرد نیست. اینجا مؤمنین اعم از زن و مرده. دقت کنید. چنانچه گاهی اوقات میگیم یا ایها الذین آمنو. آمنو گرچه صیغه جمع مذکره ولی اینجا جنسیت که مرد باشه مراد نیست. یعنی جماعت المؤمنین اعم از مرد و زنه. پس و ما کان المؤمنون لینفروا کافة، منظور از مؤمنون یعنی جماعت المؤمنین می باشد، اعم از مرد و زن. سزاوار نیست که همه اهل ایمان کوچ کنند.
خب همه اهل ایمان کوچ کنن سزاوار نیست. چیکار کنن؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون. بله، چرا از هر گروهی از این مؤمنین جماعت و طائفی کوچ نمی کنه؟ در حد سرزنشه. همه سزاوار نیست که کوچ کنن، اما چرا از هر طائفه عده‌ای کوچ نمی کنن؟ خب کوچ کنن برای چی؟ لیتفقهوا فی الدین، برای اینکه فقیه در دین باشن. سوال، فقیه در دین بشن که چی؟ بله، پس کوچ کردن طائفه مقدمه است برای تفقه در دین. تفقه در دین مقدمه برای چیه؟ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا، به خاطر اینکه انذار کنن قوم خودشون رو اذا رجعوا، باز انذار کنن قوم خود را برای چی؟ بله، لعلهم یحذرون، به خاطر اینکه شاید اون قوم بترسن. خب احساس کنید کوچ کردن طائفه برای تفقه در دین، تفقه در دین برای اینکه برگشتن انذار کنن. غایت و نتیجه انذارم چیه؟ بله، تحت تحصیل قرار گرفتن قوم باشد. کیفیت استدلال رو یادداشت بفرمایید تا من توضیح بدم. از ظاهر آیه شریفه لزوم و وجوب تحذر از انذار می باشد و الا انذار واجب باشد ولی قبول انذار واجب نباشد، انذار لغو است. به تعبیر دیگر بین وجوب انذار و قبول انذار ملازمه هست. بین لزوم انذار و قبول انذار چیه؟ ملازمه است. یعنی اگر انذار برای فقیه واجب است، قبول انذار هم بر مخاطب واجبه. و الا وجوب انذار چیه؟ بفرمایید. لغوه. به فقیه بگیم بر تو واجبه برگردی قومت رو انذار بکنی، اما به قوم بگیم نه، قبول حرف این مجتهد برای شما لازم ندارد. این یک مقدمه. پس قرآن اومده میگه قبول انذار، بله، قبول انذار بر مخاطب چیه؟ لازم و واجب باشه. این یک مقدمه. مقدمه دوم رو لازم یادداشت بفرمایید. مقصود از منذر که قبول انذارش واجب است، منذری است که متفقه در دین باشد. متفقه در دین باشد. آیا هر منذری، عنایت کنید، آیا هر منذری انذارش برای مخاطب واجبه؟ نه، منذری که کارشناس در دین باشد. اینه که من گفتم اینا برسیم خدمتتون از کنیم که طائفه‌ای کوچ کنن. برای چی؟ به خاطر اینکه فقیه در دین بشن. فقیه در دین بشن برای چی؟ برای انذار.
انذار برای چی؟ قبول انذار. درست شد؟ پس آیه اومده بین قبول انذار و انذار منذر ملازمه قرار داد. لینذر قومهم امر دیگه، یعنی لازم است متفقه در دین قوم خودش رو انذار کنه. پس اگر انذار بر من واجبه، قبول انذار بر شمای مخاطب واجبه. سوال اینه که مقدمه دوم، کدوم منذری که انذارش برای مخاطب واجبه؟ قبلی منذری که متفقه در دین باشد، انذار کارشناس دین بر مخاطب واجبه. و الا هر علق و منذری بیاد انذار بکند، نه انذارش قبولش بر مخاطب واجب بفرمایید نیست. متفقه در دین. این مقدمه چندم؟ دوم. مقدمه سوم خیلی مهمه. متفقه در دین بر اساس ظاهر آیه فرقی ندارد که این منذر متفقه مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی باشد. آیا همین گرفتید؟ لیتفقه فی الدین، لیتفقه فقیه بشه در دین، فقیه بشه فی جمیع الدین یا در بعضی دین. لیتفقه میگیری دیگه، بله، لیتفقه فی دین. روشن شد؟ اینم مقدمه چندم؟ مقدمه سوم. خب نتیجه میخوام بگیریم. مثلا میخوام قبل از این بگیم یک مقدمه چهارم بنویسید. از کلمه لینذرو استفاده می شود که فقیه در دین باید صاحب فتوا باشد، باید صاحب فتوا باشد تا قبول انذار لازم باشد. آقای فیاض دقت کنید، لینذرو معلومه که فتوا دارد دیگه، بله. حالا انذار گاهی اوقات قولیه، گاهی اوقات این فتوا به دست دیگران میرسد، اما مجتهد ملکی دیگه منذر بهش صدق نمیکنه. دقت کردید؟ لینذرو قومهم یعنی این انذار و فتوای خودش رو داره ارائه میده. این که حضرت امام و دیگران میگن مجتهد متجزی اگر صاحب فتوا باشد تقلید از او جایز است، اما اگر صاحب فتوا نباشد نه. این صاحب فتوا باشد از کجا استفاده میکنی؟ لینذرو قومهم. اگه فتوا نداشته باشد دیگه اصلا انذار معنا. بله، او کسی که صاحب فتوا نیست ملکه انذار رو داره اما خود انذار رو نداره. اینم مقدمه چهارم. حالا نتیجه میخوام بگیریم. با توجه به مقدمات چهارگانه از ظاهر آیه نفر استفاده می شود که مجتهد فعلی تقلید از او جائز است، اعم از این که مطلق باشد یا بفرمایید متجزی. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 225 می‌فرماید
جایز است تقلید از مجتهد متجزی فعلی. این عبارتش یادداشت کنید. جایز است تقلید از مجتهد متجزی فعلی لعموم ادلت تقلید، لعموم ادلت تقلید الشامل مثله. الشامل مثله. مثله یعنی چی؟ یعنی مجتهد متجزی. درست شد؟ خب انشاءالله در بحث تقلید میرسیم. ادله تقلیدی که آقایون میارن که همون رجوع جاهل به عالمه، یک دلیلش همون سیره عقلاست، یه دلیلش همین آیه چیه؟ نفره. درست شد؟ میفرمایید این عمومیت داره، لیتفقهوا فی دین هست. دیگران لازمه که از انذار این متفقه در دین بله قبول بکنن انذار را، اهم از این که تفقه در دینش به نحو مطلق باشه یا به نحو بفرمایید تجزی باشه. این قبلا ما از همین آیه دیگران استفاده کردن که از دین به دین یعنی همه ابواب فقه از بکنم اگر یادتون باشه نه اونجا گفتیم آیه اثبات شی نفی معدا نمی‌کنه. ما داریم از این کلمه یتفقهوا عموم استفاده میکنیم. دقت کردید؟ لیتفقهوا فی جمیع الدین، لیتفقهوا فی بعض دین باشه. از عموم خدمت از کنم که از کلمه لیتفقهوا ما اینجا فرد چیز رو باید بگیریم. در این صورت مثلا وقتی از دین میاد همه جا یعنی از میکنن اثبات شی نفی معدا نمی کند. اون ظاهر آیه است. دقت کردید؟ ما از ظاهر لیتفقهوا میخوایم کنیم کسی که فقیه در دین باشد، اعم از این که فی جمیع دین باشد او فی بعض دین باشد. ما باید فرد اتم رو بگیریم نه. از این الدین. نه خیر، الان بعدا میگیم چون یک تکمله هم دارن. الان میگیم که حتی اگر یادش شما رو بعدا بگی، الان میگیم حتی ایشان ادعا میکنند کی؟ مرحوم آزیا. حتی ایشان ادعا میکند اگر مجتهد متجزی اعلم باشد رجوع به مجتهد متجزی متعین است. این پا رو براتر میگذاره. دقت کردید؟ که انه مجتهد مطلق پزشک عمومیه، این پزشک چیه؟ متخصصه. اگر یک مجتهدی در باب تجارت تمام عمرشو گذاشت و متخصص شده در بعض تجارت، تمام زیر و بم مسائل تجارت دستشه، بله، با اونی که اطلاعات کلی داره، ایشون میفرماید که این مجتهد متجزی در این مسئله اعلم است نسبت به فرض مجتهد مطلق. پس نه تنها جائز است بلکه در بعض موارد متعین هست. ادامه دید. یک نعم هم داره ایشون. نعم میفرماید که اگر مجتهد متجزی از مجتهد مطلق قائم تر باشد، تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. اما نه به خاطر این که چون او متجزی است،
بلکه به خاطر این که او نسبت به مجتهد مطلق مفضول است. و مجتهد مطلق فاضل است. یعنی چی؟ این آخری میخواد بگه نه، این بحث نه این که در مجتهد متجزی اقتضا برای تقلید نیست، نه، مقتضی برای جواز تقلید هست، نه اما مانع مفهوم نیست. عنایت کردید؟ مجتهد متجزی مقتضی برای جواز تقلید هست اما مانع مفقود نیست. مانع چی بوده؟ که دیگری اعلم از او نباشه. اما چون اعلم از او هست فعلا تقلید از مجتهد متجزی جایز نمی باشه. پس جناب محقق عراقی، همون آغازی‌های عراقی است، چند تا مطلب گفته است. مطلب اول گفته به خاطر عموم ادله تقلید از مجتهد متجزی چیه؟ جایز است. دو، اگر مجتهد متجزی اعلم از مجتهد مطلق باشد تعین داره تقلید از مجتهد متجزی. سه، اگر مجتهد متجزی پایین‌تر باشد مجتهد مطلق تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. این جایز نیست نه به خاطر اینکه مقتضی برای تقلید نیست، بلکه به خاطر وجود مانع می باشد. این تفسیرم میگم تو ذهنتون بسپارید. اگر دو مجتهد متجزی داشته باشیم، اگر دو مجتهد متجزی داشته باشیم از چند حال خارج نیست. یک، هر دو مساوی هستند. دو، یکی فاضل است دیگری افضل. سه، یکی فاضل است دیگری مفضول. گرفتی سه صورت ها؟ هر دو مساوی، یکی فاضل دیگری افضل، یکی فاضل دیگری مفضول. در صورت اول تخییره. بله، در صورت اول تخییره. یعنی اگر دو تا مجتهد متجزی من جمیع الجهات با هم مساوی باشن اذن فتغیر، شما یه مقلد میتونید از هر کدوم تقلید کنید. این صورت اول. صورت دوم تعین دارد در افضل، یعنی احد المجتهدین متجزیین فاضل دیگری افضل و تعین دارد از افضل. رو شد؟ سومی چی بوده؟ فاضل و مفضول، باز تعین دارد از فاضل تقلید بکنی. پس در یک صورت تخییر، در دو صورت بفرمایید تعین دارد. خب این هم خدمت با سعادت شما عرض کنم که دلیلی که آقایان مطلب کردن آیه نفی. دلیل سوم روایات می باشد که سابقاً بیان شده است. خب تا اینجا ما فتوای حضرت امام و دیگران رو تبیین کردیم، درست شد؟ اما بقیه اقوال اون تفصیلای دیگری گفتن، خصوصا تفصیل 4 و 5 لا وجه لهما، هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداشتن. دو تا تفصیلی که حضرت امام و دیگران دادن، فتوا باشد یجوز، فتوا نباشد لا یجوز، ثابت کردن. تفصیل دومی بوده اگر اعلم باشد تقلید از او لازم، اعلم
نباشد لا یجوز که از مرحوم آغازی عرض کردیم. اما اون دوتا تفصیل دیگر ادله‌ای که دارن همچون ادله یتچسبک نیست، لذا ما از ذکر اونها خودداری میکنیم. اما در پایان یه نکته‌ای رو میخوایم عرض بکنیم، آقایون خیلی دقت بفرمایید. شاید یک امر کلی باشه، یادداشت کنید. نتیجه بندی بخوام، نتیجه بگیریم، نتیجه بس. در باب عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی دو مانع کلی وجود دارد که به نظر ما این دو مانع قابل جواز و قابل جواب است. لذا تقلید از مجتهد متجزی بلا اشکال است. تقلید از مجتهد متجزی بلا اشکال است و در صورت اعلم بودن متجزی تقلید از متجزی تعین دارد. اما دو مانع برای عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی عبارت دارد. یک، از جهت عدم مقتضی، از جهت عدم مقتضی. آقا میگه مقتضی برای تقلید از مجتهد متجزی وجود ندارد. بله؟ مجتهدی که باید از اونها تقلید کنیم کیه؟ مطلقه. مقتضی موجوده. حالا میگیم مقتضی کیه؟ اما نسبت به مجتهد متجزی مقتضی برای جواز تقلید وجود ندارد. دو، وجود راده و مانع. میگه گیرم که مقتضی باشد ولی مانع مفقود نیست. مانع جلوی اقتضا رو میگیره. میگه بله، ابتدای هم نگاه میکنیم میگه تقلید از مجتهد متجزی بلا اشکاله، اما ادله‌ای داریم که اون ادله میگوید تقلید جایز نیست. یعنی ما باشیم و اقتضا میگیم تقلید یجوز، ولکن نگاه به موانع میکنیم میگیم تقلید لا یجوز. حالا این دو مطلب که یه عده منو میدن که تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. یک، لا عدم وجود المقتضی. دو، لوجود المانع. تبیین این دوتا مطلب و پاسخ به این دوتا مطلب انشاءالله اگر عمری باشه جلسه فردا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.